نومرولوژی یا علم اعداد. نومرولوژی یا علم اعداد چیست؟ در دوران علوم باستان، هدف علم از جمله شماره‌گیری و علم اعداد رسیدن به راز هستی و آفرینش بوده است. هر عدد پویایی مفهوم و نقش خاصی داشته که این خود باعث پیدایش فلسفه اعداد گشته است. عدد 100 نشانگر حیات معنوی و جاودان است، حیاتی غرق در پرتو نور. عدد 0 دایره دار است و نشانگر کامل بودن در جهان آفرینش است. عدد 1 به آن واحد یکتا اشاره دارد که جهان و همه چیز از او پدید آمده و به او باز می‌گردد. ایرانیان باستان عدد را حقیقت اشیا و واحد را حقیقت عدد می‌دانستند. اعداد بسیار مقدس در ایران باستان بر پایه متون باستانی بودند. کتاب تورات تبدیل به کتاب مقدس یهودیان آریایی شد که نشانه‌هایی برای مردمان آورد. هر عدد نشانه اندیشه و آن اندیشه به صورت حروفی در می آمد. عدد نویسی هم پس از اینکه انسان‌ها شمارش را به گونه‌ای هر